سلام به برابکس یوتیوب. سوال اقتصادی هستم امروز با رضا فرشته دوباره و بحث امروز رو رضا آورده. برو بریم بیبی. درود بر اون دوستان که ما رو نگاه میکنید. روز از نو، روزی از نو، یه پارت دیگه با سوال اقتصادی داریم میگیریم. پارت قبلی که گرفتیم تایتل سوال بود، بحث باحالی بود، حتما اونو ببینید. لینکش هم حتما یه جا ادیتور میذاره همینجا که دارم میگم، لطفا بذار. تایتلی که امروز میخوام باز بکنم واسط، اون بحث که با هم داشتیم خیلی جالب بود. من اومدم یک چیزی رو به صورت یک فرض خیلی بالقوه و بالفعل واز بکنم. یه مسئله خیلی کوچیک از نیورال پلاستیسیتی. قبل از اینکه به پلاستیسیتیش بخوام بپردازم، میخوام راجع به یک ماهیت صحبت بکنم. اگر بچه ها دوست داشتن قسمت های تخصصی هم راجع به پلاستیسیتیش صحبت میکنیم. سوال به نظر چرا ما شب میخوابیم؟ دلیلش اینه که ما شبا نمیدیدیم، شبا تایمیه که استفاده کنیم، ولی چرا میخوابیم و نمیدونم. خیلی برام یعنی میدونم چرا میخوابیم و وقتی علم توضیح برام داده، ولی هنوز یعنی نمیگیرمش. همیشه گفتم چی میشد نخوابیم، مثلا چقدر حال میاد همیشه بیدار بودیم، یا اینی که نمیتونیم اصلا نخوابیم و نمیفهمم. مثلا میدم 5 روز وگاس، میگم چی میشه من 5 روز میتونستم بیدار بمونم همش، بعد بریم ونکوور 5 روز میخوابم. قبول. اینی که اصلا این آپشن نداری یه روز نمیمون رد کنی، اصلا دیگه اینطوری همه چی کارتونیه. با کارتونی گریم ولی به هر حال با تمام خاصی که داری، شب که میشه هر جای دنیا که باشی میخوابی. یک چیزیه که بای دیفالت پذیرفتی. یه نکته خیلی جالب بهت بگم. در زمانهایی که به صورت علمی و پژوهشی بررسی کردن، یه چیزی که میاد جلو وسط، یعنی لاجیکالش رو میخوام با اصل قضیه بگم. به صورت لاجیکال تو میتونی بگی که خب ما تو شب نمیبینیم، همه خوابن، ما میخوابیم دیگه، کاری ندارم با کسی، میخوابم. چرا صبح نمیخوابیم؟ دوباره خب صبح همه بیدارن، داریم کار انجام میدیم، پس شبا میخوابیم. توی این لاجیک یک چیزی داره خودشو خیلی زیرکانه قایم میکنه. اینه که ما میخوایم شب بخوابیم و انتخاب کردیم روز نخوابیم، در صورتی که اینطوری نیست. این اِوولوشنی از انتخاب طبیعیه که از خواست من و شما خارجه. شاید خندت بگیره، بگی که من برای اثباتش 1 ماه روزا میخوابم، شبا تو صبح بیدار میمونم. خیلی عالیه. سوال دومم، آیا شما توی روز بخوابی یا توی شب بخوابی بدنت دمیج میبینه؟ اینو خیلی راحت باز بکنم. اگر شما توی شب نخوابی، شما استرس میگیری، میتونی بری دکتر. جون ببخشید چیزا پاشو دور میاد شد. شما الان من استرس گرفت. چرا اون رد کجا داریم؟ چقدر خوشگله، این چه شکلی الان لاکشیه. الان من خواهر تو خیلی استرس گرفت. بابا یه سگ کوچولوی فلافی بود. آها من فکر کردم زنت با پاش اومد. نه درست بگی. اوکی واقعا سگ که من و تویی. اون گوشته بعدم حالا پیدا یکی من میگم این چه مسخره بازیه با رضا فرشته راه انداختین جوک میکنین ما هم دیگه انگار طبیعیه. گفتم اتفاقا طبیعیه، بذار اوکی باشه و ازم ریلکس بشم. طبیعیه، بذار من یه بار بیام اونجا خونتون مهمونی بفهمم. طبیعی کاملا نچراله. من که موو کردم مکزیک. اوکی منم بسنده میکنم به اون پستا و چک برام میفرستی. اوکی خب ببخشید برمیگردیم. اگر شما در شب اگر شما تو شب نخوابی، بیماری‌های ایمنی میگیری، بدنت ضعیف میشه، احتمال مرگ تو، احتمال سکته کردن تو، احتمال مشکلات قلبی و عروقی تو به شدت بالا میبری، نه اینکه در جا از بین میری. انگزایتی میاد سراغت، استرس داری و کاملا بدنت کارکردش رو از دست میده با این حال که بیداری. پس یعنی بدن جوری آموزش دیده که شب بخوابه. یعنی اگر شما
یک ور کره زمین باشی و ور دیگر روزه و باز تو اون موقعیت قرار بگیری، بدن خودش رو اپتیمایز میکنه که در شبانگاه بخواب. علت اصلی که به صورت علمی دارم اینو میگم در آوردن اینه که وجود ترس از بین رفتن بوده، نه ندیدن بوده، نه چیز دیگه. انسانی که از نسل ما، از ما هوموسیپینس ها زندگی میکرده، به علت اینکه در شب راحت تر شه، چون حیوانات که مثل ما نیستن که نبینن، عمومشون میبینن. حیوان شکارچی خیلی راحت تو رو رصد میکرده در شب و تو از بین میرفتی، یا خودتو به گا میدادی پرت میشدی، یا یه چیزی میرفته تو کونت، یا تو تله خودت جان میدادی و کشیده میشدی بالای درخت. یک چیزی فراتر از این که انسان بخواد به هم نوع خودش و به نسل‌های پس از خودش آموزش بده، آموزش داده شده به اون که تو شب باید بخوابی. بحث خوابیدن که بیاد وسط، چند تا پارتو میخوام برات بیارم وسط. پارتایی که میخوام بیارم وسط برات از EEG هستش، کپچر نورونی عصبی هستش که کاملا پزشکی هستش. شما وقتی بیدار هستی، موج شما با اون امپلیتیودش به صورت موج آلفا هستش، موجی که تناوب پایین داره و ولتاژ به شدت بالا. اگر با دستگاه EEG اینو کپچر بکنی، بری پیش پزشک مراجعه بکنی و تو رو شروع بکنه با اسکنای عصبی ازت یک نوار بگیره، لحظه‌ای که شما میخوای وارد خواب بشی، هر انسانی وارد یک استیج جدیدی میشه که موجش از آلفا تبدیل به تتا میشه، موجی که ولتاژ پایین‌تر ولی بسامد بالاتر از آلفا داره. این جاییه که تو میخوای به خواب فرو بری، یعنی هنوز نخوابیدی، گیج، مستی، حالت مستی خواب که داری میری. برای هر انسانیه. بعد از این وارد کی کامپلکس میشی. کی کامپلکس به شدت موجهای بالایی داره و پس از کی کامپلکس وارد موج دلتا و استپ 4 میشی. شما در خواب عمیق فرو رفتی، موجهای با بسامد به شدت بالا ولی سافت و طولانی، و لحظه‌ای که میخوای رویا ببینی وارد رم میشی، Rapid Eye Movement، جایی که حدقه چشم در زیر پلک شروع به حرکت‌های سریع میکنه، گویی که دارد میبیند و رویا برای تو شروع میشه. اگر انسان در استیج رم بهش شوک وارد بشه و شروع بکنه به کابوس دیدن، چون میدونی که رم به صورت طبیعی که تو میخوابی، از استیج رم شما برمیگردی به استیج تتا و دوباره برمیگردی به استیج رم. توی این لوپ میچرخه انسانی که طبیعی خوابیده. انسانی که در شرایط خاصی که عرض میکنم بهت چیه، از استیج رم که در رویای شدیدی قرار گرفته پنیک بکنه و یک کابوس ببینه، از خواب که بپره، در مواردی که میخوام بهت اشاره بکنم، وقتی که بیدار میشه متوجه هست که داره میترکه از خوابی که دیده. خوابی که دیده فیزیکال، قلبشو، تپش قلبشو برده بالا، فشار خونشو، قلب و عروقشو تحت تاثیر قرار داده و احتمال هر گونه عارضه‌ای رو توی اون جسم افزایش داده. با این که اینو میدونه، با آگاهی به این علم که تو این حالته، تو از خواب یهو بیدار میشی و خودخواسته دوباره، به اصطلاح خودخواسته دوباره فرو میری و دوباره وارد استیج رم میشی، وارد استیج 1 نمیشی، ادامه کابوس رو میبینی. یعنی از کابوس میای بیرون، حالت بده و دوباره یک چیزی تو رو میکشه و فرو میری و دوباره کابوس رو میبینی. در این حالت که انسان میداند که چه کابوس سهمگین و خشنی و تپش قلبی بهش دست داده، از حالت رم به حالت هوشیاری برمیگرده، موج آلفا درش پدیدار میشه و
اون حال و هوا و اون تپش قلب بازم باهاش همراهه و سریعاً با دوباره خوابیدن برمیگرده به اون کابوس و به جای طی کردن 4 استپ به خود رم میرسه، شرایطیه که از لحاظی میشه اشاره کرد که در اون حالت خاص، در اون دوز شدید تشنجی، در رم بیداری خواب است و کانشسنس تو رو به واقعیتی که در حال دیدنش هست برمیگردونه. و واسه همینه که با این حال که متوجه هستی که چقدر حالت بده، به جای اینکه خودتو بیدار بکنی با هوشیاری کامل دوباره به خواب فرو. جایی که باگ کنترل نورونی انسان خودشو نشون میده و اینجا ما به این اشاره داریم میکنیم که کانشسنس صلاح تو رو و جسم تو رو در جایی نمیخواهد. هدفش براش مهمتر است. المانهایی داره برای اینکه انسان در حالت رم خودشو به کابوس نزدیک بکنه. خیلی هاشو نمیشه تو یوتیوب گفت به خاطر اینکه مشکل داره، ولی به چند تاش اشاره بکنم. مسدود کردن کم راه تنفسی، شرایط فیزیکال بد بدن موقع خواب و استفاده از یک سری قرص ها که اون بحث استیمولنت رو انجام بخوام بدم. اگر شما روی اینا و خیلی چیزا دیگه که نمیشه گفت کار بکنی، 100% توی اون حالت قرار میگیری و از این کابوس هی به خواب برمیگردی و هی بیدار و هی به خواب برمیگردی و تپش قلب به شدت بالای خواهی گرفت. اگر انسان هوشمنده، اگر انسان هوشمنده و انسان هست که داره خودشو کنترل میکنه، چرا در این لحظه با اینکه میدونه ادامه دیدن این خواب، ادامه ورودش به این کابوس باعث تپش قلبش و تحرکای عجیب غریب تو پالس قلبش میشه و آریتمی عصبی ممکنه بگیره و هزار چیز دیگه، حتی با عامل‌هایی مثل خفگی موضعی و غیره و سکته‌های مختلف، چرا به این کار ادامه میده؟ آیا ما داریم این جسم رو کنترل میکنیم یا در اون لحظه یک باگی از حقیقت وجودیت ما داره بیرون میزنه که چیزی که تو رو کنترل میکنه و صلاح تو رو به اصطلاح میخواد که فکر میکنی خودت هستی، در اینجا لخت، شیوا، مبرهن، کامل نیت داره خودش رو نشون میده که ببین چجوری من تو رو و برات میگردونم. شاید دونستن همین مطلب بتونه تو موقعایی که آدم‌ها به این کابوس میرسن اختلال خواب براشون ایجاد بکنه، چون میرن به جنگ فهم چیزی که از خودشونه و ما اینجا داریم اشاره میکنیم که از خود ما در دوز بالاتری قرار گرفته. یکی از شهودهایی بود، استدلالهایی بود که من بهش با این اشاره کردم به این که چگونه میشه او آن وجودی رو دید و حسش کرد و بیرحمی شد دید و کنترل بیرحمانش رو که لزوما نمیخواد تا لذت ببری. در یک استیج دیگه میخوام وارد این بشم، بهت اینو توضیح بدم. 2 فرد میرن برای یک سفر، تریپی با هم دارن، لوکیشن و جایی رو انتخاب میکنن که کاملا سویت و دلپذیری برای جفتشون. اما در وقتی که اونجا حضور داره، یک رنگ، یک نور، جای غلط مهتابی و لوستر یا هر چیز دیگری شروع میکنه به یک فردی از این 2 نفر یا چند نفر آزاری رسوندن که روی مخشه، جلوی لذت بردنشون میگیره. بارها و بارها برای ما پیش اومده. میگیم خیلی جای خوبیه ولی کاش این ورتر بود، کاش اون ورتر بود. نمیذاره تو لذت رو ببری. مگر برای سلامت زیستن و لذت بردن بودن با هم در جایی که برای من و تو لذت بخش است و جفتمون قبل اونجا رو دیدیم پذیرفتیم با آب و هوای عالی و تغذیه مناسب کافی نیست؟ چه چیزی داره باعث میشه که من در اون لوکیشنی که خودم انتخاب کردم، لوکیشنی که کاملا برای من مطبوعه، یک المان خاصی باعث بشه که من لذت نبرم؟ نه با عوض کردن دوستان و نه با عوض کردن لوکیشنی که توش هستم این قضیه حل نمیشه. قضیه فقط توسط عوض شدن اون نویز، اون رنگ یا اون جابجایی وسایل داخل اونجا ممکنه حل بشه.
کسانی که میگرن دارن، کسانی که حالتهایی دارن که نور اذیتشون میکنه، نور زیاد، دوست دارن با نور طبیعت زندگی کنن که مهتابی سفید روشن میکنه، واو، اون مهتابی آزاری به جسم تو نمیزنه، چشم تو رو از بین نمیبره، ولی داره کاملا حال تو رو بد میکنه. مگه قرار نبود از بودن در این نقطه با هم لذت ببریم؟ یک تمثیل کوتاه از اینه که چیزی که من بهش اشاره کردم که میتونید مثل جن سوزن بزنید بگیرینش و بهش فکر بکنید، در حالت رم و کابوسی که بهتون گفتم میاد بیرون، اینجا هم خودشو نشون میده. جایی که ما فکر میکنیم سلامت بدن ما در این هستش که همدیگر رو فیزیکی ببینیم، لمس بکنیم و در یک محیط لذت ببریم، حضور داشته باشیم فیزیکی، بچرخیم و احساس بکنیم که انگزایتی و استرس از ما دوره. واقعا همین اتفاق میفته و باید این رو تکرار بکنیم. آیا تا همینجا تموم میشه؟ یعنی این جسم ماست که باید در محیطی قرار بگیره با دوستان، با هر شرایطی که در این مادر آف نیچر برای ما مهیا شده تا بتونه آسوده و سالم زندگی بکنه، یا این به اصطلاح اون کانشسنس، اون چیزی که در مغزه باید بهش غذا داده بشه، فید بشه. ما به زودی شاهد این خواهیم بود. شاید این ویدیو بمونه، یوتیوب که هست، ما ممکنه از بین بریم ولی یوتیوب که هست. انسان به زودی، شاید، ولی به هر حال این ویدیو هست، انسان به زودی وارد لایف استایل کاملا ویرچوال خواهد شد. اگر من به تو سوال، به تو این دسترسی رو بدم که تو یک یعنی پس تو میگی که ویرچوال میری، بعد تا بگی اینجا من خوشم نمیاد این درخت اینجاست، میگه خب درخت رو عوض کن، بعد تو اون موقع مغزت خوشحاله اونجوری اصلا دیگه. واو، تو خیلی وحشی. چیزی که اتفاق میفته مغزته که باید خوشحال بشه. دقیقاً حرف تو درسته. واو، برای اینکه انقدر همه آدما یونیکن، تو نمیتونی یه جایی درست کنی که همه خوششون بیاد، ولی وقتی بری تو ویرچوال همه میتونن دقیقاً اونی که میخوان رو داشته باشن. و وقتی تو اینو یه بار تجربه کنی میگی من نمیدونم چرا، ولی از سفر مکزیکی که تو آب واقعا بودم بیشتر بهم خوش گذشت. تو میتونی آب رو برای خودت سیمولیت کنی به قدر و اندازه‌ای که میخوای. بو رو ببین، تمام حواس پنجگاهت، استشمامت، شنیدارت، همه چیزت رو به همون درصدی که واقعا دوست داری برسونی. آیا در اون لحظه هم میگی من حاضرم برم توی یک لوکیشن واقعی، یا اینکه فیزیکم در یک جایی در آرامش کامل بدون فشار باشه و مغزم از این لذت ببره؟ و آیا اون سلامتی رو، اون حس خوب روانی رو داری؟ انگزایتی ازت دور میشه یا نه؟ جواب هست بله. اگر حتی من به تو یک دوربینی بدم که تو بشینی و از پوینت آف ویو اون ویرچوال ریالتی خودت استفاده بکنی 360 درجه و با من واقعی فیزیکی همراه باشی، در درجاتی کاملا حالت بهتر از اینه که با من اونجا فیزیکی قدم بزنی، انرژی بسوزونی، دستت بگیره به جایی، چیز نامطبوعی رو حس بکنی، یا یک رفتاری ببینی و بخوای در لحظه ترک کنی و نتونی. جمع اینا رو هم دیگه، انباشت اینا رو هم دیگه نشون میده که این جسم نیست که برای سلامت خودش، بحثم ورزشی نیست، بحثم اون نورون هاست، بحثم اون انگزایتیه، بحثم رشته های عصبیه. این جسم نیست که با بودن در محیط سویت خودش آرام و سلامت میشه. این مغز و اون ذهن ماست. و اگر تو این رو تغذیه بکنی، هیچ نیازی نداری که بری در چمن و درخت بو بکشی. اگر ما همون بو رو به تو بدیم و بوهایی که افزودنی تر هست، تو به دوز بالاتری از دوپامین و لذت خواهی رسید که بی نیاز هستی از حضور در طبیعت برای سلامت ذهنت. منظور از این حرف جسم تو نیستش که با وجودش در یک لوکیشن لذت میبره. یه چیزی در اینجا مخفی شده که تو باید اونو سیر بکنی. اگه اونو سیر نکنی، خواهر تو اینه که اون چی هستش. اگه میخوای نزدیکترین حالت قدرتش رو تجربه کنی، بحث اون کابوس در حالت استیج رم هستش که توضیح دادم، که میتونی نزدیکترین حالت ممکن بهش باشی.
خیلی خیلی جالب بود حرف تو بزن. انقدر حرف چیز بود اصلا یادم رفت حرفمو. یعنی چند وقت دیگه مثلا آدم‌ها یه جا جمع میشن فقط میرن توی اتاقی و میزنیم میخوابید، یعنی دقیقاً عین مووی‌ها که همیشه حدس میزدن و منطقش هم همینه. دقیقاً به این میرسی که جسم تو به جای بنزین 2 تا سوخت داره، آب و غذا. جسم تو یک موتوره که فقط قراره برق تولید بکنه، برقش همش فقط تو باید به این جسم سوخت برسونی که اینو تغذیه بکنه و همه چیز در این خلاصه میشه و اینو باید تو شاد نگه داری و یعنی ضربه بهت میزنه. در مورد بحثای مثل هومیوستاسیس که در خواب به صورت علم بهش اشاره میکنن که مقابل نظریه سیگموند فروید هستش، کاملا درسته که در این حالت در خواب بدن خودشو بالانس میکنه، په‌هاشو، بحث فشار خون تو، شکر، قند خون تو، فلان و داستان، همه اینا درست. دمای بدن در 1 درجه ثابت شروع میکنه نگه داشتن. این بحث کاملا درسته. این برای بالانس و بودن بدن فیزیکیه که نمیره، اگر بهش بخوایم اینجوری اشاره بکنیم، که در نهایت این لذت ببره. حالا اگر من نمیدونم ببخش اینو میدونی نه، ولی میدونی که مغز به خاطر اینکه میخواد جا سیف کنه توش از رگاش 2 بار استفاده میکنه. رگا که توش خون میارن شبا یه سری از رگا شات داون میشن و آشغالایی که مغز درست میکنن رو از طریق رگایی که تو روز خونه آشغالا رو خالی میکنه و دلیلی که میگن اگه نخوابی میمیری اینه که آشغال پر میشه و مغز، یعنی اون خوابم که هستش دوباره مغز تو رو میخواب. برای همینه که تو میگی مثلا من گفتم چرا نمیرم وگاس 5 روز بیدار باشم، چون میگه خوش بودن تو واسه من اهمیتی نداره. من میخوام خودم رو هر روز تمیز کنم. اصلا انقدرم سلفیشه، یعنی یه روزم بهت آپشن نمیده. دقیقاً انقدر سلفیشه. و چیز جالب و خفنی الان گفتی، خیلی جالب بود اینی که الان گفتی. و دقیقاً انقدر سلفیشه که جدا از این که نمیذاره بیدار بمونی، جدا از این در حالتی هم که خوابه و تو فیزیکی به خاطر اتفاقی که میفته پنیک به دست میده و خواب میپری، میگه دوباره بگی بخواب، کارمون مونده، کارمون تموم نشده، برای من مهم نیست، این اتفاق برای تو مهم نیست، ارزشش کمتر از کاری که من باید بکنم. تو نقص پیدا بکنی مهم نیست، من نقص پیدا بکنم مهمه. پس تو بلند میشی و در لحظه دوباره به خواب فرو میری. پس اینجا نشون میده که ما داریم از یک چیزی فراتر از خودمون اوبی میکنیم و فکر میکنیم خودمونه. هیچ انسانی دوست نداره که برگرده به اون کابوس لعنتیش. هیچ انسانی دوست نداره که برگرده و تو میرسی به نقطه آلفا ایجید ولی دوباره برمیگردیم به پایین. کارکردهای مغز یک بحثه. چیزی که مغز رو کنترل میکنه یک چیزه. یعنی این بحث تصفیه که گفتی کارکردش برمیگرده به همون هومیوستاسیس که خودش رو کامل بازیابی میکنه، کاراشو تنظیم میکنه، فشار خونش رو میاره پایین، تپش قلبش رو میاره پایین، دماشو و بدن رو ریکاور میکنه. این یک بحث کارکرد اندامی هستش. ولی چه چیزی این اندام شاک شده، پنیک شده رو در اون حالت خوابی دوباره به اون جهنم برمیگردونه؟ این یک چیز دیگه است، در صورتی که تو کاملا هوشیار هستی و داری میبینی. من برعکس اگه اینو نمیدونم، من توی زندگی خودم خیلی برام خیلی همیشه یه چیز گنده بود که چرا میخوابیم، چرا خواب میبینیم، معنی خواب دیدن چیه. خیلی واسم عجیب بود همه این چیزا و واسه همین دنبالش میکردم. بعد سال 2012 اینا دیگه یهو خیلی علم پیشرفت کرد و که حتی ژاپن از خواب این نفر عکس گرفته بودن که خواب مادر شده بود، بیدار شده بود، عکس مادر یا رو پرینت شده مثلا. به خاطر همین برام خیلی جالب بود و دلیلشو که من توی سال 2012 یاد گرفتم، شاید از 13 سال پیش تا مثلا دوباره اتفاق جدید باشه، یه خورده اطلاعات من اشتباه باشه یا پیشرفته تر فهمیده باشن، ولی دلیلی که خواب میبینی، تو 5 تا استیج خواب داری، 4 تا نان رم، یه دونه رم. اتفاقی که میفته تو اونایی که توی اون 4 تا استیج وقتی داری خواب میبینی
داره سعی میکنه حدس بزنه آینده چی میشه و برای همین که مثلا میبینی بابات مرده تو ختمش وایسادی، بعدن میخواد ببینه وقتی این اتفاق افتاد چیکار میکنی، گریه میکنی، میگی به جهنم که این مردی که مرد. یعنی همین چیزایی داره سوالاشو جواب پیدا میکنه، برای همین چیزای چرت و پرت میبینی، چون داره سعی میکنه یه چیزی که نمیدونه رو حدس بزنه، از این وقت استفاده میکنه که آنون رو بفهمه. وقتی که شروع میکنی چشات شروع کنه تکون خوردن، تو کارهایی که تو اون روز کردی و یه بار دیگه انجام میدی. حالا چجوری اینو ثابت کردن؟ این اصلا من پراکور کم ریخ، میان یه موشو میذارن توی یه میز که بهترین موش اینو میتونه توی 4 ساعت انجام بده، ولی اگه وقتی حلش کنی فقط 10 دقیقه راهه، ولی 4 ساعت طول میکشه بهترین حالت حلش کنی. میذارن یه موش اینو حل میکنه، بعد این موشه که اینو حل میکنه به مغزش سیم وصل کردن، بعد سیما رو وصل کردن به بدن یه موش دیگه، این یکی موشه رو میذارن. واو. آره ببینی اصلا چیزشو پشمات میریزه. پشمام هم الان ریخ. این موشه رو میذارن توی میز، وقتی اینکه موشه رو میخوابونن و اون موشه اون میز رو 15 دقیقه میره بدون که تا حالا اون میز باشه. خب اصلا باور نکردنیه و دلیل خواب دیدن اینه، ما برای این خواب میبینیم. بدن رو سعی میکنه خوش آماده کنه که همین که رضا فرشته گفت که ما نمیریم، همیشه میخواد نمیریم، میخواد زنده بمونه فقط. دقیقاً خیلی چیز جالب باحالی گفتی. یعنی یکی از چیزهای واقعا امیزمنتی بود که اخیراً شنیدم، حتما میرم راجعش سرچ میکنم. خیلی چیز قشنگ بود که گفتی و تو کار کرده، پس ببین رو ما میتونه چه کار بکنه و این نشون میده که ما داریم به اون قضیه نزدیک و نزدیکتر میشیم. برای همین مثلا میشه مامان بابا یا همه معلم میگن شب امتحان بخواب، چون وقتی میخوابی تمام درسایی که خوندی و یه بار دیگه تو مغز ریویو میکنی، یعنی انگار 2 بار درس خوندی. حتما. و چیزی که تو داری میگی به حافظه کوتاه مدت تصادفیمون هم میتونه دست پیدا بکنه و اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم مسئله به اسم دژاوو حل خواهد شد توسط علم. حدس میزنم ما یک روزی بتونیم دقیقاً این رو ریشه‌یابی بکنیم. ولی این خیلی جالب بود. این قضیه تو میتونه تا اونجایی پیش بره که دژاوو رو حل بکنه. راستی میدونی چرا خواب برات عجیبه؟ یه چیزایی میدونم، تو چی میخوای؟ تو چیزی که داری میگی چیه؟ سمت چپ مغز واسه سمت راست داستان تعریف میکنه، سمت راست واسه سمت چپ تعریف میکنه. برای همین تو اولین بار تو داری میشنوی، چون اگه تو خود داری درست میکنی نمیدونی که خود ندونی داستان چیه. ولی وقتی چپ و راست واسه هم تعریف میکنن جوری میگی نه بابا حالا اینو ببین بابات مرد. واقعا چه کاری کردی داره. آره چپ و راست چیزا نمیدونستم. من راجع به چیزهایی که میبینه چند تا چیز نگاه کردم و سرچ کردم که ولی نمیدونستم که نیم کره ها دارن با هم دیگه ارتباط میگیرن. حالا اگه اینو دوست داری یه دونه مریضی هست، یه خیلی آدما مثلا تو دنیا 13 نفر الان دارنش. یه اتفاقی میفته معمولا تصادفه که یه شوکی وارد میشه به سر که این بریجی که بین مغزا با هم وصله پاره میشه ولی آدم نمیمیره. بعد چپ و راست آدم به هم وصل نیست. بعد میگفت میایم مثلا یه کاغذ میذاریم، بعد اینجا چشاشو بینش یه دونه کاغذ میذاریم میبندیم، نمیتونه فقط این ور اون ور. اونو دیدم خیلی خفنه. آره خیلی اون خفنه. انگشتش جوابو میده ولی زبونش نمیتونه جوابو بده، چون سمت چپ کنترل میکنه مغز در انگشت راستو و سمت چپ زبونم کنترل میکنه. ببخشید سمت راست زبونو کنترل میکنه. بعد با همین به سمت چپش نشون میدن، بعد میگن جواب چیه. با انگشت میتونه بذاره ولی با دهن نمیتونه بگه جواب چیه، چون که جوابو نمیدونه چیه که با دهن بخواد بگه. خیلی جالبه این اصلا نگاه کنید پشتون میزه. در صورت خیلی جالب بود داستانه. مرسی. این خیلی جالبه. و با برین استیمولیشن ما به نقطه خواهیم رسید که انقدر این کانشسنس حالش خوبه که به هیچ عنوان فکر میکنم دیگه به صورت فیزیکی هیچ کسی رو نخواهد دید و دنیای ما به جای خواهد رسید که اگر امروز توی استادیوم ها یا توی خیابون ها تبلیغات میذارن پول خواهند داد. در دنیای از متا شروع میشه میره جلو با این برین استیمولیشن ها که تو توی اون دنیات بدبختی یا پولداری و داری تلاش میکنی و نامیرا هستی. وای فکر کنم یه میلیونر میره اونجا فقیر انتخاب میکنه که زحمت بکشه. فقیر هست بعد خیلی کارا بکنی و بتونی با پولی که در میاری
بتونی برای خودت غذا بخری، بتونی برای خودت لباس و اکویپمنت بهتری واسه عرضه توی اون پلیگراند ویرچوال داشته باشی. دنیایی که نمیمیری و همه چیز و تمام انرژی و پول و حتی جی دی پی گروه های مختلف از طریق کارکردشون توی اون وردیه که سرمایه میلیاردها انسان توش خوابیده است و بیرون تو فقط قراره یه پست برات غذا بیاره، غذا رو بخوری و یه نپ داشته باشی و برگردی هدفونتو و وسایلتو به خودت وصل بکنی و بری سر کار واقعیت. وردی که نیاز نیست برای دیدن سوء اقتصادی وقت تلف کنم، با یه اشاره پیششم، با یه اشاره یک جای دیگه هم و توی اگر گیریم که اون کد CCI برای طول عمر هم هنوز کشف نشده باشه، اندازه صدها انسان زنده تجربه کسب میکنی و داده وارد مغزت میکنی و انسان برای اولین بار رنجی از داده ها رو بارگذاری میکنه و با اینا دیولوپ میکنه خودشو که اگر الان وارد مغز ما بکنن شاید باعث مرگ ما بشه که اینقدر مغز ما سست و ضعیف در مقابل همچین داده هایی. بچه های خواهید دید که در سن بچه های خودت که اینا همشون مخترع هستن و اندازه صدها ویکیپدیا داده تو مغزشونه و در این حال دارن 200 تا توتوریال رو در کنار همدیگه نگاه میکنن و اینا رو یاد میکنن، آنالیز میکنن و ما با این علم خواهیم توانست از نظر من پس از این فرض دیگه بتونیم میان ستاره‌ای رو رد بکنیم و فیلم رو وارد حقیقت بکنیم و بتونیم به دنیاهای جدیدمون و یا بعدهای جدید دست پیدا بکنیم و این رویه رو خواهیم دید و چیزی که فقط قراره تغذیه بشه این کانشسنس هستش و فقط براش مهم اینه که تو زنده باشی و این حالو بهش بدی و شرط بقا و تولید مثل. برعکس حواستون باشه حتی خودتون هم به فکر خودتون نیستین، به خودتون برسین. چاکس.